خب اول از همه میریم سراغ استروفرانت. حالا اگه تلفظش رو درست گفته باشم، اگه یادتون باشه یه بچه داشت ولی اون بچهش پیر شده بودش و در حالی که خود استروفرانت قدرت اینو داشت که پیر نشه و جوان بمونه. پس چطوره استروفرانت این قدرت رو داشته باشه ولی بچهش این قدرت نداشته باشه، در حالی که هوملندر بچهش تک تک قدرتشو داره ولی بچه استروفرانت همچین قدرتی رو نداره و شاید بچهش اون عکسی که نشون داد نباشه و بچهش هنوز زنده باشه و تو قسمت جدید بیادش. به نظر من همچین موضوعیه یه شاید خود استروفرانت هم بک بزنه. حالا نمیدونم، البته فکر کنم واقعا مرده باشه. البته میتونه شاید الکی خودکشی گفتن کرده، شاید واقعا نکرده باشه و باز فرار کنه از اونجا. البته فکر نکنم که زنده باشه ولی بچهش میتونه واقعا زنده باشه و بیاد توی فصل جدید سریال. همونطور که خود کارگردانا گفتن قرار کلی بازیگر مشهور بیاد. پس یعنی چی؟ ما قرار کلی کاراکتر داشته باشیم. پس این موضوع که بچه استروفرانت بیاد خیلی زیاده، چون که وقتی بازیگرای جدید میان یعنی نقشه جدیدی قرار بگیرن. بعد بازیگرا مشهور هم گفتن، پس یه نقشه الکی بهشون نمیدن، نقش خیلی پررنگ بهشون میدن. پس امکانی داره که بچه استروفرانت بیاد. البته بجز بچه استروفرانت کلی نقشه دیگه هم قرار بیان. بریم سراغ اشلی. همونطور که میدونی اشلی به خودش وی تزریق کرد. وقتی وی رو تزریق میکنی کلی ضرر هم داره، مثل پدر هیویی و دیدیم که یه وحشی شدش و کلی آدم کشتش و امکان داره و تبدیل بشه به یکی از شخصیت‌های منفی داستان و شاید هم بره پیش ایترین، چون که میدونه ایترین کجاست و شاید با کمک اون البته آدم خوبی بشه. نمیدونم ولی خب فکر نکنم، حس میکنم که قراره یه کاراکتر منفی داشته باشه، چون که پدر هیوی اصلا حال درستی نداشتش و اصلا یه آدم وحشی شده بودش. اسمم اشلی هم همچین شخصیتی قرار داشته باشه. یا شاید هم وقتی بره پیش ایترین متوجه بشه که اشلی اصلا رفتار معمولی نداره و بفهمه که وی تزریق کرده و نقشه‌های خیلی دارکی داره، کلا شخصیت دارکی شدهش. شاید هم ایترین بکشدش یا خود اشلی ایترین رو بکشه. شاید هم اصلا هوملندر هم اول اینو کشته بودش، ولی فکر نکنم بخوان انقدر سریع کاراکتر اشلی رو حذف کنن از داستان. از اونجایی که کارگردان گفتن که فیلم یه فیلم آخر زمانیه، پس قراره وحشی بودن بوچر رو ببینیم، قراره اون دارک ساید بوچر رو ببینیم که فیلم آخر زمانی یعنی همه دیگه بیفتن به جون هم. و اگه بوچر بخواد نمیدونم رایان بیاد به طرف خودش بیاره و چون تیمش رو دوباره جمع کنه یه جا دیگه، فیلم آخر زمانی نمیشه، دوباره همون داستان قبلیه انگار، گروه دبویز در برابر هوملندر با د7. و اما توقع داریم که یه فیلم دیگه حتی بوچر بیاد و اعضای پسران هم بکشه یا شاید هم بره اونا رو آزاد کنه و دوباره اون گروه رو کنار هم بیاره. ولی فکر نکنم همچین چیزی باشه، چون که بوچر خیلی نقشه دارکی داره و گروه دبویز اصلا نقشه های بوچر رو قبول ندارن و چون که بوچر میخواد یه نسل بکشه، یعنی نسل کشی اصلا میخواد بکنه و این گروه اصلا موافق همچین کاری نیستن. شاید هم ما فایت یکی از اعضای دبویز رو با بوچر ببینیم و یه احتمالی هم وجود داره که اعضای دبویز هم وی تزریق کنن، چون که توی این اوضاع که کلی سوپر هیرو داریم و کلی قهرمان که همشون قدرت‌های خفنی دارن، یه آدم معمولی نمیتونه اونو بجنگه، 100% کشته میشه و اینا مجبور میشن که وی تزریق کنن. البته اینا همه تئوریه، چون اصلا همچین اتفاقی نیفته، چون که خیلی با وی مخالف بودن اعضای دبویز. و میرسیم به اتحاد سولجر بوی و هوملندر. همونطور که میدونی بوچر به سولجر بوی خیانت کرد و زد زیر نقشه‌شون که باعث شد دوباره سولجر بوی اسیر بشه. همونطور که قسمت آخر دیدیم هوملندر هنوزم احساس به پدرش داره و میخواد دوباره اون اتحاد رو شکل بده. شاید هم سولجر بوی هم با این کار موافق باشه و همونطور که بوچر بهش پشت کرد و تنها کسی که پشتش بود هوملندر بودش، دست از کشتنش برداره و با پسرش اتحاد بکنه. اگه این دوتا با هم اتحاد بکنن خیلی به نظرم فیلم خفن میشه و همون وایب آخر زمانی رو به اون میده. بچه بوچر با میو
همونطور که همزاد بوچه، البته من نمیدونم همزاد باید بگم یا چی، البته خود بوچه باید بگم چون یکی از شخصیت‌های بوچره، حالا نمیدونم اسم تکنیکیش چی میشه، ولی خب حالا من میگم یکی از همزادای بوچه که تو آب جاری تو ریختی در می و یه همچین حرفی زدش و امکانم داره که می بچه دار شده باشه، چون که می همونطور میدونی رفتش، اصلا رفت جای دیگه دنبال زندگی آروم و فکر نکنم تو این آخر زمان می واسه هیچ حرکتی نکنه، پس برگشت شاید اینطوری باشه که با یه بچه بیادش، چون که دیگه خیلی احمقانه میشه رواشای دیگه بیاد، چون که همونطور میدونی دوست دخترش و از کارهای قهرمانی و جنگ و دعوا دیگه خیلی دوری میکرد، واسه همین با میو کات کرده بود و شاید به خاطر بچه میو و بوچه ازش جدا بشه و میو بیاد توی داستان و دوباره هم میو قدیمو داشته باشیم. من گفته بودم که شاید سولجر بوی و هوملندر با هم دیگه اتحاد داشته باشن، ولی اگه هوملندر کینه داشته باشه از سولجر بوی و قصد کشتنشو داشته باشه چی؟ اون یارو بودش که حالا من اسمش هم یادم نمیاد که سم میساختش، همونطور میدونی فرار کردش، چون هیچ قدرتی نداره نمیتونه بره راحت بره دخترشو بگیره، فراریش بره از اون یتیم خونه بود، نمیدونم دقیقا کجا بود، ولی از اونجا نمیتونه بگیرتش و نیاز به کسی داره که کارشو انجام بده و چه کسی بهتر از هوملندر. هوملندر دقیقا دشمن بوچره و از اونجایی که این سمسازمون خیلی با بوچر مشکل داره به خاطر کشتن زنش، احتمال داره که بره پیش هوملندر و فرمول اون سم رو بهش بده و در ازاش بچه‌شو بگیره که خیلی منطقی میاد به نظر من، حتما این اتفاق میفته، چون که اون سمساز دیگه جایی نره بره، حالا من اسمش هم نمیدونم، از سمسازم بعدم میاد هی میگم سمساز و هم این سمسازمون بلد سم بسازه که بتونه سوپر هیرو رو بکشه و هم هازارد. من کلا روی شخصیت ها هر اسمی که خودم دوست دارم میذارم و من واقعا اسم واقعیش یادم رفت و کلا تو کل سری بهش میگفتم هازارد، چون که خیلی شبیه هازارد بود خدایی. حالا من اسمش هم میذارم، تصویرش هم میذارم که بفهمید من کی رو میگم، ولی در کل گفتم هازارد، بتونید که منظورم به اونه. و اگه دی بویز دوباره دور هم جمع بشن و یه تیم رو تشکیل بدن دوباره، هم بوچر و تیمش سم دارن، هم هوملندر سم داره، پس خیلی مبارزه خفنی میشه به نظر من، اینجوری خیلی منطقی هم در میاد. به نظر من خفن ترین تئوری بود که از خودم در آوردم خدایی، این خیلی تئوری خفنی بود، حس میکنم این داستانی گفتم اتفاق میفته و به نظرم تئوری خیلی قوی هستش و باید برسیم به اون شخصیتی که هازارد رو گول زدش. من خیلی هازارد دوست داشتم البته تا وقتی دیگه ای شد اونو گول زد و بردش. آخه من نفهمیدم اون کی، البته یه سریال هم داره واسه خودش، میگم من اون سریال ندیدم، نمیدونم اون عضو جدید 7 یا اصلا یه شخصیت فرعیه. خودم هم دلم نمیخواد برم یه سریال جدیدی ببینم فقط به خاطر یه کاراکتر. خب ویدیوم تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنین، خیلی من کمک میکنه. اگه نظری هم دارید توی کامنت حتما بنویسید. تا ویدیو بعدی، فعلا.